یه روز داشتیم بهشون درس میدادیم، بعد از ظهر شد، خونم تعطیل شده بود، داشتیم تمیز میکردیم. یه دونشون در زد، محکم در خونه رو کوبید. گفتیم چی شده؟ بچه من تو پرسکاری انگشتش رفت، از خجالت رفته تو خونه در رو خودش بسته. ببینید در روز، در هفته، در ماه چند نفر بچه زیر 18 سال خودشونو میکشن. بعد ببینید سیاه‌نمایی یا سفیدنمایی. گفت بابام خمار مونده، میخوام منو بده به این مرد گنده، چه پول من بدش. بچه منو زنجیر دور گردنش تو پرسکاری انداخته بودن. رفتم واقعیت مشکلات رو دیدم پسر بچه‌ای که با مادرش لختش میکنه، داره شب زمستون میفرستتش فال فروشی. بی تفاوت بودن همینه دیگه. جامعه بدبختی ما همین بی تفاوت بودن و هر کی به فکر خود بودن دیگه. این چیزا رو من به چشم دیدم و تا وقتی این چیزا رو واقعا نبینی برای راه حلش نمیتونی فکر بکنی. و کسی که ما رو فرستاد توی محله ها بشناسیم و صحبت بکنیم شارمین میمندی نژاد بود که گفت برای راه حلش فکر کنید. برید تو اونجا با مشکلات آشنا بشید و برای راه حل مشکلات فکر بکنید. من باید بتونم جواب بدم وقتی که بچه من میاد میگه که مامان و بابام تصمیم گرفتن وانت بخرن، پول نداریم، قرار شده بچه دارشیم، یه خواهر یا برادر کوچولو بیاریم بفروشیمش جاش وانت بخریم. من جواب ندارم برای این بچه ها. یکی تعریف میکرد دردایی که کنار این بچه ها کشیده، خیابونگردی هایی که کرده، کارتون خوابی هایی که کرده کنار درد آدم، آوارگی هایی که کشیده و راهنماییت میکرد، بهت امید میداد، بهت انرژی میداد، بهت انگیزه میداد که چجوری وایستی کنار یه بچه‌ای که باباش داره به خماریش میفروشتش. دیده بودم چه جور جوانایی بودن که اسیر اعتیاد بودن، درگیر بودن و شارمین چطور برای اینا روز و شب وقتشو گذاشت و همه اینا به زندگیشون برگشت. علی که شارمین میمندی نژاد شناسوند به ما، علیه که نمیتونی جلوش بگی که من نتونستم کاری بکنم، بچه‌شه. جمعی که تشکیل داد به خاطر این بودش که آدمای بیشتری بیان کمک بدن، به دور از هیچ جانبداری سیاسی، به صورت کاملا مردمی کمک بدن و شرایط این بچه‌ها تغییر کنه. وقتی میبینم اونجا میتونم برم با 4 تا کلاس و 4 تا حرف و 4 تا دونه کار ساده جلوی مرگ یه بچه یا آدمو بگیرم، قطعا میرم این کارو میکنم. اگه کلاس تئاتر گذاشته، اگه کلاس رهیافت گذاشته، همه واقعا فقط برای این بوده که به ما یاد بده چه شکلی کنار بچه‌ها کار بکنیم. ایشون وجود کرده و دانشجوها رو طوری تربیت کرده که این دانشجوها نترسن، برن تو اون محلات و برن کنار اون بچه‌ها باشن و ببینن که واقعا این بچه‌ها پر از عشقن، پر از انسانیتن. شارمین به ما گفت برای پیدا کردن خدا به محله‌های محروم برید. مطمئن باشید که میتونید در کنار بچه‌ها، در کنار معصومیت کودکان پیداش بکنید. داغ دلتو کنترل کن، یه ذره آرومتر صحبت بکن، دارن صدا ضبط میکنن. مگه بارها نشده که فهمیدیم کی داره این کارو انجام میده؟ با خنده برگشت گفتش که ایراد نداره بذارید ایشون این آدما نونشون رو بخورن. حرف حق باید زده بشه. هیچ وقت ندیدم که برای خودش چیزی بخواد یا برای خودش کاری از ما بخواد. هر چیزی که از ما خواست فقط برای کمک به بچه‌ها و تغییری بود که تو جامعه باید ایجاد میشد. من دیده بودم وقتی که یه بچه خودکشی میکنه، وقتی یه بچه اسیر اعتیاد میشه، شارمین چطور به هم میریزه. من همه اینا رو دیده بودم، چطور تمام وقتشو میذاره برای این بچه‌ها. سر زلزله ورزقان بیشتر از همیشه شناختمش. ساعت 4 صبح با بچه کوچیکش با زنش داشتن لباس تا می‌کردن برای زلزله. بچه که رنگی از آرامش ندیده بود، دوستان این آدمو میدید، گفت حس کردم یه کسی هست، یکی کنارم. وجود بچه ها معجزه میکرد. من دانشجویی که داشتم از ایران میرفتم و فکر میکردم که شاید یک دنیای بهتری رو بتونم یه جای دیگه بر خودم بسازم، من رو به ایران موندن واقعا تشویق کرد این طرز فکر. جمله‌ای که شارمین به من گفت همیشه تو ذهن من میمونه که گفت اگر حاشیه میخوای که حاشیه نباشه، مردم رو ببر اونجا، دیگه اونجا حاشیه نخواهد بود. وایسادیم کار کردن، داخلی همون فوش دادن، خارجی همون فوش دادن. نه به اینا بسته شدیم نه به اونا. اگه فریاد میزد تو روی مسئولین فریاد میزد و برای بچه‌ها فریاد میزد. منم وقتی این انسانیت و شرافت دیدم قطعا جذبش میشم و راهی که اون ساخته رو میرم بدون هیچ شک و بدون هیچ تردیدی. علت این که نرفتم و موندم دارم تو این کشور کار میکنم واقعا حرفایی که شارمین میمندی نژاد به ما زده، امید رو به ما برگردونده. 50 تا بچه رو به اسم امام حسین از زندان آزاد کرد.
با فرهنگ ملی مملکت آزادشون کرد. توی رشته خودش خیلی میتونست رشد بکنه. از نمایشنامه‌هاش بخونید، از کارهایی که با آدمای مختلف داشته بخونید، ولی نرفت دنبال اون. ایشون میتونست خیلی راحت بره خارج، ایشون میتونست که فیلمسازای بزرگ بشه، مشهور بشه، پولدار بشه. حتی تا قبل از اینکه شاید شما دستگیرش کنین کسی شارمین میمندی نژاد به اسم نمیشناخت، صفحه ویکی‌پدیا نداشت این آدم. فقط جمعیت امام علی شناخته میشد. چرا هر کسی تا به یه جایی میرسه دست 4 نفر آدمو میگیره شروع میکنید پرونده سازی کردن براش؟ دستگیر کردن این آدم، اینی که جلوی کار این آدمو بگیری، دقیقاً انگار که تمام جوونای مملکتتو داری ناامید میکنی از اینکه بتونن تو جامعهشون کاری بکنن. کاش بدونید که چشمی که به رنج بچه باز شده باشه دیگه نمیشه با چشم بست. شارمین میمندی نژاد چشمای منو رو به دردای اجتماع باز کرد و چشمی که باز میشه به دردای اجتماع دیگه با هیچ چیزی بسته نمیشه، حتی با این چشمت. شارمین میمندی نژاد برای بار دوم چشم ما رو به دنیا باز کرد، اما با یک دید متفاوتی که هیچ وقت دیگه نمیشه ازش جدا شد و بابت این همیشه ازش متشکریم. این دقیقاً هیچی نیست. این چشمندی بود که شاید 20 تا چندی سال رو چشم ما بود و همیشه بیخبر و کور داشتیم زندگیمون رو میکردیم و بیخبر بود، ولی واقعا جمعیت و شارمین باعث شد که این چشمند رو برداریم و چشممون باز بشه به حقیقتی که تو جامعهمون داره میگذره، به حقیقتی که سر بچه‌های بی‌پناهمون داره میاد، سر محلات محروم میاد و شارمین چشم ما رو باز کرد و چشمی هم که باز بشه نمیشه به زور یا به دروغ بسته نگرش داره و آدم خودشو بزنه به ندیدم. واقعا نمیشه. بازشون کرد که بگی خدا وقتی هست توی جامعه که آدما دلشون واسه آدما بسوزه، که آدما دلشون واسه بچه‌ها بسوزه. خدا وقتی توی جامعه هست که یه نفر آوارگی رو تن جونش بخره که واسه یه بچه بدوه، واسه رضا بدوه، واسه سوگند بدوه و بگه من خدا رو میخوام جاری کنم تو زندگی این بچه، من خدا رو میخوام جاری کنم تو این محله، من خدا رو میخوام جاری کنم تو جامعه که خیلی وقت خدا ازش غایب شده، چون که آدما یادشون رفته که باید دست و پای اون خدا رو این زمین باشه. وقتی میری توی محله محروم دیگه نمیتونی ادای کسی در بیاری که تا حالا ندیده و نمیدونه چه خبره. باید بگم من به تو حس دارم، من دارم به تو فکر میکنم، دارم برای تو ذهن گذاشتم، من عاشق تو. خورشید میگه من باید بتابم چون بودنم تابیده. من کار ندارم آیا در این سرزمین برگ گل سبزی رو به من باز میشه یا نه، من رو میخواد یا نه، من باید بتابم. این مسیریست که بعد از یک مدتی یه شخصی عجز و تواناییاش رو میشناسه. وقتی من الان میام میدونم بنده بارانی هستم یا ابری هستم، ماهیت هم باریدم، بنده عشق بی معلول و علتم، من با ساز کسی کوک نشدم، با ساز کسی هم خاموش نمیشه، من باید ببارم که سرنوشتم باریدم. این خاصیت من برگه نشه بودن من زیر سال، بشریت ما زیر سال میره اگر عاشق باشه، اگر نباریم.